سلام علیکم برادرای عزیز. با که ما خیلی او خدر گفتیم چی نیستم، الحمدلله نمازمو میخونم، در روی خدا گفتیم، قرآن میخونم، خدا را ذکر میکنم. باور کنی گپای همین برادرا را میفهمم، گپای همین برادرا را میشنوم. همین خیلی 6 فرزند قتیکو باور کنی هم خیلی زندگی قین اومدگی کی الحمدلله خدا را شکر کار میکنم. او کافیده ای کافیده همین برای نمازم جون میتیم ده. باور کنی در شکمم نمیخورم، نمازم میخونم، بعد نماز خونیم باور کنی شما میخونم، بعد در شکم یه زهره میخورم، یه تیکه زهره میخورم. اگر مسلمانی باور کنه ما تمام کزنده همین کافیاش کار کردیم، با کافه مسلمان در کار کردیم. هر یک مسلمانی را میبینم ای برادرها، ما بچه‌ها را در خدای کوچه میبینم، هم چوجیگری خودم، فرزندی خودم، برادری خودم میبینم. باور کنی یا خیلیش همین خیل در کوارتیر زندگی میکنن. یانگا جون اپا جون 100 سوم نمیتی 50 سوم نمیتی را خرج کنم برام. این همین روز کارم پیدا که اگر کارم چه مایل داشته باشم میتیم و اینا دوداری جون. باور کنی من در یک چی دیگه اوقات میکنم 6 تا فرزند دارم، 6 تا فرزندی من همون دیگه میمونم. خیلی بیگه میویان کو رولتون تر میکنن. وای میگم برادری من باشه، همین دوداری من باشه، همین مثال فرزندی من باشه، پگاه در جا همین خیلی ای همون دیگه اوقات میبردم در راه رضای خدا به حق اولها پروردگار فیض برکت زیاد کنه برای همه جمله بندگان همین روی مسلمانی روی دنیا. باور کنی عذاب میبینن، ما همین عذاب دکو بچه‌های ختم زندگی میکنه. میگم این خیلی اوی جوشه، خیلی اوی گرمه، ای دو در جون خیلی نماز بخون، خیلی پیشین بخون، عصر شده خیلی کنی همین اکثریتش در راه میره میبینیم. خیلی ما بسیار مثال همین پی زندگی راه میگردم همینجا. 6 تا فرزند دارم، برای 6 تا فرزند مثال گپی کار کردنی من یک خوجاینم کار میکنه. باور کنی استرویکا او جفره تا گودکا پاترینیک شدن فری میکنن. اینم تا گودکا اگه با این کلانایی که به توفیقی که ای خدا دورن، ای شریعت دورن، ای اسلام دورن، یا با تماما ای اینو گذشتگیان. همین ما مایده پری که امغولای همین فرزندم میبینم جگر ما سگ میکنم. مادرم میگم اگر مادری در تاجیکستان باشه، ای مادرای عزیز، ای مادرای میگم بای فرزند جگراتو بسوزه که یک سوم یفتنش در سیخینه. باور کنی در استانوف که برمدم اینو خیلی دیدم بچه حکم میگریزن. ملیسا اومده یکم پتین دارم اینجا مرم کنه پرسیدن بچه هم میگریزن. وای میگم اوهی بچه ها نمیدونن کجا بگریزیم. دو تش قبیله ای همی تفاش کجا بدرون ماشین وانه یه تحکش گریخ نمیدونن با موبایل دومو کم کجا رفت خیل شید. اوه گفتم این روزی سیاه بینی نخود در وطنی خودت باشی همین خیلم نمیشه و یه در وطنی خودت باشی این خیل روزا نمیبینی. و خمیت کانون یفتی نخوب یا نبخیلت کنن. اکثریت هم بچه‌ها رو میبینیم، اکثریت مردک‌ها رو میبینیم. یه خیل مردک شکو میبینیم تینجیم در بازاریم. ای خواهریت کنون یافتی به خدا رو شکر بگو تینجیم. یا خیلش میپرسم، یا خیل زنکا رو میپرسم، اینه من همچو زنک میگم که ای خواهره پا ای وضعیت قین شده، ای خیل زندگی قین شده، چه خیلی میکنیم همین زیلو رو چه گوش میکنی که برادرها جمع شدن برای رحمی همین فرزنده برای همین مهر محبت همین تاجیکا مثال برای غمخوری تاجیکا که تاجیکستان آباد شود بریم. میگن که آخه امام علی که 24 سال هیچی بنیاد نکرد، یگان جا آسایشته و آرایش نکرد. آخه خیلی که بس شد بریم که تاجیکستان سرجم سرقم شویم. مثال گفت که اگه یه پوچای عادل بمونیم ما میگفتیم زندگی با پیش بره. 24 سال دا نکرد. چه خیلی میکنی میریم نمیریم. ای چو میکنی میرای ای مون همینجا زندگی تینجا کی که تین شید و میرای. با یه خیلی مردک شما سوال میتیم ده همین ما بسیاری کس سوال میتیم ده میگم کی جونم میجیم که چند سال میشه. ای خواهر همین روز گذشت میشه اکثریتش ای خدا بخبرن میدونن بیدارن هیشور کردن دگب در آوردن قین اینه که خوابکو همین خیز گفتی میخیزه. ما همشه امی اهمیت میتیم. این امی 3 ماه 4 ماه پیش وقتی رحمتی عمر علی قوت خداوند رحمتش کنه شایسته جنتش کنه ما همون وقت گوش میکردیم. بعدی وای بچه‌ها که خونم رفت زیلو نداشتم، راستی بر تلفنم نداشتم. بعدی با خداوند امر دراز بوده بچه‌ها که همین کلوبی بچه را اومدم اینجا در همین کوارتیرم با همین زیلو را کلوچای کرد. همین شب روز در تای زیلو باور کنی گوش میکنم دشنامو را استغفر الله میگم خداوند انصاف یاره تگرته. فهمو برادری که حقارت نکنه دشنام میگه که مادر اخ حرمت نمیکنه. ما همینجا اکثری فرزندا را دیدیم، اکثری بچه‌ها را دیدیم. اگه همه شما را من در نظر ندارم برادرای عزیز فرزندای عزیز نیکی مادرو شو دشنام میکنه. من به گوشای کرمش نویدم که مادرش میگه که فلان چای جون نیست نون نیست یا تکنون نیست بابا پل روی نکرده
یگان سمگ روی منی ای فلان پس مدونه ای تو کنه ای نمیسترونه میچکو حقارت میکنه خدا خارت کنه تو ولی فرزنده ایسا اومد و گفتم چی گفتی تو مادرت؟ گفت که بیزار کرده است پول میگه گفتم که ای تو خدا اولا بگو نماز تا بخون گفتی هم گفت که روزه نمیگیری نماز نمیخونی خیز مادرت گپی حقت گپ میزنه خیز چور تنگر کور که خو نره ایجا دیسکاتیک با دیسکاتیک میگردن اینا اکثریت چه میبینیم دیسکاتیک با دیسکاتیک میگردن باور کنی مادرش گپ زنه مادرش دشنا میتی انمو فرزندایی که امروز در همین زیلو میبرن دشنا میتین برادرای عزیز انمو خیلی اخلاق فرزندان انمو خیلی اخلاق فرزندی که تربیه حلال ندارن مادر حساب نمینن پدر حساب نمینن خواهر برادرش حساب نمیکنن انا امروز انا میگه دشنا میگه در پدر مادرش میکنه و در اکا و خواهرش میکنه انمو فرزندا انمی فرزندان هوزی میدرن دشنا میکنن یار خداوند اکا هدایت نکنه این مردم هدایت کردن نمیتونه اکثری همین مسلمانا رو من دیدم گشتم همین پرویر که کردم باور کنی یگان تش ایتنه میگه که ای خداوند مهربان ها راست میگوی ما سرجم شیم ما بریم تاجیکستان همیتی قانون یافتی شید خدا را شکر بگو خب حاضر میان میقپن میبرن و من گشتم گفتم که اگر من بقپن در می راه ببرن برای حق خودم برای دین خودم برای هم خیلی عذاب کشیدنی که در می رسیه اومدم عذاب میکشم همین خیلی میرم توالت جوش اومده که توالت تازه نکردم ای همونجا کو همون روز برآوردنم ای کار گفتن که برای کی توالت تازه نمینی من گفتم که توالت تازه کنم توالت مسجد تازه کنم که ثواب برای ما برسه من توالت تازه کنم توالت یک چیره تازه کنم که یا نمازخونه برای من ثواب برسه من در حیاتم برای 500 سوم توالت تازه نمینم گفتم خستم باور کنی برادرای همونجا خستم اومدم یک تنگه دستم را خرچی کردم را خرچی دادم گشتم با اومدم به خونم اکثریتی همین مردم میبینم بیدارن هشارن در همین زیلو میدونن میفهمم نه که همین عذاب میکشنده همینجا همین قدر عذاب رو میبینم همین قدر استرویکو داخل منتو میکردم سموسا میکردم آب خود میکردم میبردم عذاب رو میدیدم اوه میگفتم این خیلی جگر مستق میکن میگفتم که چه خیلی عذابه چه خیلی دقت برای یک قانون برای چی او خیر چی بگم ای برادرای عزیز سرجم شه سرقم شه ای بیای کینا و قدرت بمونه بیای همین برادرای امروز جوناشو دستراشو پیچوندن بیا در بری همیا در قامتی همیا باشه خدا و رسول یاد کنی نمازات رو بخونه میگم بیای در بری همیا جمع شوی سرقم شویم یک گریبان یک چی دست ببروریم بگیم که ای برادر ما در بری ته هستم اگر همین خلقی که جمع شوه ای همین رسیه براوه به همین تاجیکستان کو همین زنکا قطعی همین گودکا ببرن میدانا پر میشون همین میدانا همین خیلی نامرد نبره به همین میدانا کی مون همین ما زنکا بمریم همین ما زنکا همین خیلی زندگی رن ای همین پاچای به توفیق کافر به ایمان ندیدیم 24 سال ندیدیم همین تشمه هم زمینه ما گرفتن گفتیم گپا که زمین داشتم من 5 تا فرزند داشتم وقتی من 6 تا شد فرزند زمین کو در اون وقت $200 گرفتم سرتیفیکات رئیس پالکوم همش ایس اوس تو سودا کردن خرید دادن در دست گفت که همین پیچه تا میزنیم میبرن سرتیفیکات میتیم اپا برای شما خوجاینم بیچاره 2 سال ایدم شو گشت هم خیلی گفت که برات هم ای پای کارت رسیه برام من میبرم همین سرتیفیکات در دست میتیم خوجاینم اومد 2 سال دیگه استاد میرم اداره میام یانگا برا بشین امروز یانگا برا پگاه یانگا سالی خای مایل همو تشید ای برادرای عزیز من بلیط گرفتم 6 تا فرزند قتی اومدم همین کزنه این امروز 3 ماشی 4 ماشی هیورم تلفن میکنه که زمین تا فروختیان برای سرتیفیکات میتیان تا سرتیفیکات گفت فقط همین پیچه میزنیم میاره میتیم قرار قبول شود نه آوردن ندادن این ما دیگه چی بگیم پوچو داریم ما همین چند عائله‌ای که در یک جو زندگی میکردیم یک تا همین 3 تا اکا دادر 6 تا ایمون 5 تا ای او 10 تا 11 تا ای مثال هیورم جماعتا میرفتیم رئیسا میرفتیم دیگه جوش میرفتیم اوش باریش میکرد همین خیلی عذابو بود ما همین عذابو را کو 6-7 سال پیش در تاجیکستان دیده بودم که 6 سال دیگه شد در همین رسیام میگم همین عذاب همین خلق دیده ایستن همین اکثریتی که من زندگی میکنم کو باور کنی 6 کیلون 5 کیلون در یک جاهای کو باور کنی من همین همسایه‌ام قطعی ها اینجا گپ میزنم خیلی زندگی چه خیلی این میگه زندگی زنده در گوریم همین زنده در گور
همین بچه‌های میبروین 6 یا 5 میکنن امی آوای دهنشو پریده زندگی رو چی بدونن عذاب چی بدونن. ما 6 سال پیش که در اوج بودم کو گهی گاو تلاش میشید زنکا رو جنگ میشید گودکا رو کو جنگ میشید سنگسار سرکفونک یه روز سیاه بود. از یکی 6 سال شد تا حالی من ای کزن نرفتم تاجیکستان تا حالی نمیدونم چی حاله چی احواله. نیکی گاب میزنم مردم جز وای میگن ای گشنگی ای تشنگی ای گفتیم بی پلی ای بی بیجتی میگه در شکمون بیایم در تنمون نمیایم در تنمون بیایم در شکمون نمیایم. نه یا چوچکای نه یا علوی مثال نه یا سویت نه یا گورای نه یا قهر. با همین برادرای ما میگه سویت دو دست دن سویت ای کجا میتیان سویت کارگرا میگیرم یاد خمخوره که ما اولی گفتی همون گپ خداوند دنیا تنچ و همین برادرای ما رو به مراد مقصد شو برسونه که ما هم به هم مراد مقصد برسیم که بریم او خمخورایی که در طور سری خونه من همون ملیسه های گفتی همون خمخوری زهرخوری مرگخوری که در طور سری خونه من معنا میکردن شوفیرایی که ای جرگتال میومد ای فیض‌آباد میومد ای قران تپا میومد ای ریگر میومد ای گیجا بگیجا میومد در طور سری خونه من گفتی همون گپ معنا میکردن در سایه درختای من. ما همه قدر غم دار بودم هم وقت هم قدر عذاب دار بودم ما همه قدر گپ ما میزدم هم وقت همه خیلی گفتی همه آدمو که نه ترسانچک بودم نه چی در رئیسش گپ میزدم در گفتی همون گپا که رئیس پلکامش گپ میزدم در کجای میرفت گپ میزدم همین 6-7 سال پیش بود یگان گپ نمیافتم بزنن ایرو چی ایرو گپی حق ما میگم که آخی در طور خونم شیشتگیم باور کنی این همین ملیسا ای خدا بکشت و خدا همین شما رو همین طرح روز پوره کنه که نگم مردم کنه میفرارن همونا رو در طور سری خونه من نان میپزم که گردچه میپزم همین تندور داو میکنم اونجا میپرتم ای خالشگر بگو یا چای روی کنه خالشگر بگو ای یا ایمون اونای گرمی همی کلابی خاله یک ترایی که بکه بدیل میچینه میگم خداوند زهره بخوری ولی من بتر روید میکنم این اونا رو همین تا گرفته خونه میدارم تا زهره بخوره در اوج زهره خورده است دی حقی فرزندای مردم کنده خورده است دی همون بسته میگم بدیل من بچه‌ها میان میگه اوچه جون همون ملیسا میگن که یک چای یک نون گفتم با اونا رو حرمای بچه‌م میگه یگون راهگذر باشه یگون مسافر باشه همون رو بگو ها نونت میارم بگو بیا این خونه ما تیاره بیا چای بخو بگو باور کنیم این روزا رو با چشمام دیدگیام فهمیدی با چشمام دیدگیام در تاجیکستان اینم خیلی ظلم هم خیلی ظلمات اینم خیلی ما یک آدمی کم بغل ما آدمی بای پر نیستم خیلی درم تاجیکستان روزم یه لیل میگذشت در انمی کزنم تا گذشته است نیکی آدمایی رو میبینیم خونه دارن در همین جا حتی ایدای بزرگ میشوه ای برادرها ای مثال پدرها و مادرایی که در می زیلا گوش داره گوش کنین گپی منه حتی که ایدای بزرگ خداوند در همین مسلمانات ایده فرموده است روزای ایدای بزرگ کو آدمایی که در همینجا مسلمانه که ای تاجیکستانن خانه دارن کو روزای ایدای بزرگ کو یگون زنه که نمیگن که هی بیا خیر روز ایدی بزرگ یا دعا فاتحه نیکیم الحمدلله ما هم کوارتیران شیشتگی باشیم خانه من می بازار خانه من گفتی همون گپ فیض برکتای که ای تمام جا میاین گفتی همون ایده میزگرونن بچه‌ها جون بیا ایده خوجاینم جیدو فرزندکام جیدو کلان شدن میان گروپ ایدی خدای تعالی را میگذرونن نیکی مسلمانای ما میگن ما مسلمانیشو نمیفهمی که چه خیلن در یه پستی زدی ای دستت نمیگیرن در یه راه دیدن ای دستت نمیگیرن باور کنین در خداوند که هدایت کنه خداوند نشون بده ای هم قدر دغه میدارم که من 6 سال شد ای همین در دغه می فرزندای مردم میبینم همین مردمایی که عذاب میکشن میارم میبینم جگرام سگ میکنه اگر مسلمان باشی میگوی که بیس که هیچ چیز دنیا ما هیچی ندیدیم ما اینا که 42 رفتم هیچی ندیدم میگم در دنیا هیچی ندیدم واه بعد ای فرزندای ما آینده ای فرزندای ما و نویر چبری ما اینم خیلی برادرها هر کسی که مؤمن باشه مسلمان باشه این همین روزا فراموش نکنه همین روزای سختی همین روزای گفتیم گندگی خداوند اکو یک مهر محبت در دل این بنده های مسلمان بدوزه تاجیکستانی و بدوزه و سرجم سرقم شوند خداوند گفتیم گفت این برادرایی که در می راه جونشون فدا میکنن ای فرزندا ای زنا ای پدر و مادر ما میفهمیم که پدر و مادر یا امنیتای خوگی به ایمانی خدا زده به توفیق کافر میبره عذاب میتیکو خداوند او را هدایت کنه برادرای عزیز خداوند او را هدایت کنه ای دستی او کافرای چی نمیای ان شاء الله اسلام ای دین ای خلق غلبه میکنه ما به مراد مقصدمون میرسیم ان شاء الله تعالی ما در حق همه شما دعا میکنیم خداوند مهربان ما را به پیروزی برسونه خداوند مهربان ما را سرجم سرقم کنه در تاجیکستان ما را آباد و آزاده بگردونه آمین و رب العالمین.